من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. تا از بخش دوم سوره که احکام سلطانیه بودند تا اینجا این احکام را خواندیم، احکام سلطانیه که حدوداً 9 تا حکم بودند از امور انتظامیه‌ای که متعلق به یک حاکم و متعلق به امیر یا کسانی که در رأس مسلمانان هستند. بعد از امور انتظامیه چه مربوط به رعیت و چه مربوط به حاکم و سلطان، اکنون مجددا مسئله توحید آغاز میشه با عنوان نفی شرک و رد شرک. قبلا هم بار بار تکرار کردیم و خدمت شما عرض کردیم که امور انتظامیه باشند یا امور مصلحه باشند یا موضوع جهاد باشد یا انفاق باشد، هر چی باشد اینها تمام متعلقات توحید هستند. در واقع چه جهاد انجام میگیرد چه انفاق، همه و همه به خاطر اعلاء کلمت الله و به خاطر توحید هست. لذا وقتا فوقتا در میان همه شما مشاهده میفرماید، در میان همه احکام همه مسائل الله تعالی توحید را عنوان میفرماید تا اینکه گوشزد بفرماید که اصل و اساس توحید است. الله تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون شک رب العالمین نمی بخشاید، مغفرت نمی کند این گناه را و این جنایت را که ان یشرک به شریک قرار داده بشه به خدا. انسان کسی را شریک خدا چه در ذات چه در صفات، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و می بخشاید غیر از این
هر کسی را که بخواهد. اینجا هم مشیت الهی شرط قرار داده شده. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اما اینکه بغیر از شرک را خداوند حتما ببخشد هم لازمی نیست، بلکه منظور این آیه این است که شرک قابل عفو نیست. در ضابطه الهی و در قانونی که رب العالمین در قرآن بیان فرموده شرک قابل عفو نیست، اما غیر از شرک هر چی باشد قابل عفو هست. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. پس شما بنویسید قابل عفو هست غیر از شرک. و من یشرک بالله. چرا شرک قابل عفو نیست؟ چرا شرک قابل بخشش نیست؟ و من یشرک بالله بنویسید علت این هست که و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کسی شریک بگیرد با خداوند فقد ضل ضلالا بعیدا، این انسان گمراه شد. ضل ضلالا، گمراه شد. چنان گمراهی که بعیدا ای بعیدا عن الحق، از حق خیلی فاصله دارد، با حق فرسنگ ها فاصله دارد. لذا این که با حق فاصله دارد این قابل بخشش نیست. بعد از این الله تعالی حماقت مشرکان را در این آیه بیان می فرماید که اونها چه نوع شرکی می کردن. الله می فرماید این یدعون من دونه الا اناثا. آنها نمی خواندند مگر اناسا، زنان را. اناس مؤنث، زنان را می خواندند. چطور زنان را می خواندند؟ قبلا خواندیم که مشرکان مکه فرشتگان را می گفتند بنات الله، دختران خدا، و فرشتگان را یک نوع و یک گروه از معبودان اونها فرشتگان بودند، فرشتگان را فریاد می زدند. ببینید این که بعضی میگویند در زمان ما، در عصر ما، که اونها بت عبادت میکردن، غلطه. تنها بت عبادت نمیکردند، اونها هم مثل بسیاری از اهل خرافات عصر ما انسانهایی را یا فرشتگانی را که از نظر اونها و نگاه اونها مقدس بودند، مثل فرشتگان. واقعا فرشتگان مخلوقاتی هستند که تقدس دارند، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این فرشتگان را چی میخواندند؟ دختران خدا. چنانچه قرطبی نوشته الا اناثا ای لقولهم الملائکه بنات الله و هی شفعاؤنا عند الله. اونها ملائکه را بنات الله میگفتند و میگفتند اینها شفعای ما، سفارش کنندگان ما پیش خداوند هست. لذا گروه اول از معبودان اونها فرشتگان بودند و گروه دوم و این یدعون الا شیطانا مریدا. آنها پرستش نمی کردند مگر شیطان سرکش را، شیطان سرکشی که لعنه الله، او را خدا لعنت کرده، از رحمتش دور قرار داده. ببینید شیطان را، گرچه امروز شیطان پرستان هستند ولی در اون زمان مشرکان هرگز نمی گفتند ما شیطان را پرستش می کنیم. اونا که شیطان عبادت نمی کردند. اونا چرا عبادت می کردند؟ بتان را عبادت می کردند، اصنام را عبادت می کردند. چطور قرآن میگه اونها شیطان را عبادت می کردند؟ قبلا ما در مقدمه تفسیر و در مسئله اله به تفصیل مسئله را خواندیم که مشرکان بتهایشون را که عبادت می کردند، آستانه هایی که اونجا، نصوبی که اونجا می رفتن و فریاد می زدن، ندا می کردن، حاجاتشان می خواستن، شیاطین جن و مردت الجن چیکار می کردن؟ اونجا می آمدند در اجواف اصنام قرار می گرفتند و به فریاد اینها پاسخ می دادند. وقتی که اینها می گفتند که یا عزا، جواب می شنیدند. وقتی که می گفتند ای منات، جواب می شنیدند و گاهی حرکاتی هم می دیدند، صداهایی می شنیدند. لذا اینها خوش بودند که اینها خدا هستند، جواب ما میدن، پاسخ ما میدن. در واقع اینها که جواب میدادند، پاسخ میدادند، چه کسانی بودند؟ شیاطین بودند. اینجا هم
علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته یدخل فی اجواف الاصنام. شیطان چیکار میکرد؟ در داخل اصنام میرفت، فیتکلم داعیها، کسی که فریاد میزد با او داعی چیکار میکرد؟ صحبت میکرد. خواندیم هم به نقل از علامه آلوسی و هم مفسرین دیگر که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود منات را از پای در بیاورید و منات را از بین ببرید، حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وقتی که اونجا رفت و مواجه شد با جنیه مواجه شد، جنیه‌ای که از اون بت خارج شد و آه و ویلا میکرد و به سر خودش میزد و موهایش به هر حال پراکنده و ژولیده بود. حضرت خالد او را زد و از پای در آورد. پس در واقع اون چه که مردم پرستش میکردند مناتی نبود، همون شیطانی بود که اونجا او را عبادت میکردند. لذا الله میفرماید و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله، نمیخواندند در واقع آنها ملائکه را الا شیطانا مگر شیطان سرکش را، شیطان سرکشی که لعنه الله خداوند او را لعنت کرده، خداوند شیطان را ملعون کرد، نه وقتی که انکار کرد و ابا کرد. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، شیطان قسم یاد عهد کرد به وقت لعنت که بار الها لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، حتما من از بندگان تو یک سهم مشخص شده ای را، یعنی بندگانی که در تقدیر اونها هست و من بتونم بر اونها مسلط بشوم، یک بخشی از بندگانت را به این سمتی که خودم هستم، به مسیری که خودم هستم متغیر میکنم. این نکته را هم عنایت داشته باشید که این شیاطین و جنات در گذشته فقط انسانها را گمراه نمی کردند، امروز هم انسانها را گمراه می کنند. امروز هم بسا انسانها دچار خرافات هستند، شرک هستند و غیر الله پرستی هستند. شیاطین جن فریب میدن، شیاطین جن فریب میدن. خیلی ها هستند که اصلا در این وادی نیستن، اصلا به فکر عبادت نیستن، ولی میخواهند به طور مثال خزانه ای را استخراج بکنند. شیاطین میگن که اگر اینجا خونی ریخته بشه برای ما، یعنی برای رضای ما، برای تقرب ما، اون وقت این طلسم را رها میکنی. اون وقت میتونی شما خزانه را، جوانی آمده بود عیناً سوال میکرد، گفت که ما یه جای میخوایم خزانه ای را بیرون کنیم، ملایی که اونجا رفته خونده، ملا به ما میگه که شیاطین اینجا گفتند که این طلسمه، شما به هیچ صورت نمیتونید مگر اینجا بیاری گوسفند بکشید. ببین مردم را وادار، بعدا هم نتیجه نیست، این نیست که نتیجه باشه، نتیجه هم نخواهد داشت، ولی مردم را وادار میکنن به چی؟ به راه خرافات، راه انحراف. یا خیلی از افراد هستند که اشیاء خودشون را گم میکنند، شیاطین هستند، مردت الجن هستند که فریب میده انسانها را، گاهی انسانها را به جان هم میاندازند، فلانی سرقت کرده، فلانی دزدی کرده، نشانی هم میدند و به حرف اینها، به سخن اینها اعتماد کردن. همونطوری که قبلا هم روایتش را خواندیم که کسی کاهنان را پیش کاهنان بره، پیش کسانی که اخبار غیبی از طریق جنات میدهند و تصدیق بکند، اون به قرآن کفر کرده و به قرآن انکار کرده، چون قرآن میگه به غیر از خدای عزوجل کسی غیب نمیداند و اون آقا ادعای چی میکند؟ غیب میکند. لذا الله میفرماید وقال لأتخذن، شیطان گفته من حتما، ببین لام تأکید نون تأکید، حتما من میگیرم بخشی از بندگانت را، نصیبا مفروضا یعنی بخش تعیین شده را، اینها را من برای خودم و جز حزب و گروه خودم قرار میدم. چیکار میکنم؟ ولا اضلنهم، بنویسید تفصیل نصیب، نصیبا مفروضا چیکار میکنی؟ ولا اضلنهم، هر آینه که من آنها را گمراه میکنم، ولا امنینهم،
و هر آینه که آنها را امید میدم، آرزو میدم نسبت به آینده. ولا آمرنهم، هر آینه که آنها را امر میکنم، امر و دستور میدم به چی؟ به اعمال شرکیه. امرشون میکنم به اعمال شرکیه. فلیبتکن آذان الانعام، البته اونها قطع میکنن گوش چارپایان را، گوشهای چارپایان را قطع میکنند. یعنی چه؟ میخوانیم انشاءالله در سوره مائده که ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وصیلة ولا حام، چارپایان را، شترها را نشانه میکردند، گوشهایشان را چاک میدادند، گوشهایشان را میبریدند و به نام معبودان رها میکردند. حتی دزدهایی که دزدی میکردند، سارقانی که سرقت میکردند، وقتی که با این نوع حیوانات مواجه میشدند از معبودان میترسیدند، کار نداشتند. پس این شرک فعلی هست، نه چیزی که خدا حلال کرده او را حرام قرار داده. میگفتند این حیوان یا سواریش یا شیرش یا گوشتش یا پشمش برای ما استفاده چیه؟ حرام است. الله می فرماید ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، البته من آنها را دستور میدهم که قطع بکنند و ببرند گوش چارپایان را. ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله، من آنها را دستور میدهم که تغییر بدهند خلق الله را. چطور تغییر بدن خلق الله را؟ اینجا تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس هست، خلق الله یعنی دین الله. خلق الله قال ابن عباس رضی الله عنهما یعنی دین الله. تغییر دین خدا چیه؟ هو و تغییر دین الله هو تحلیل الحرام و تحریم الحلال، یا و تحریم و تحلیل الله. اونی که خدا حرام قرار داده اون را بیا حلال قرار بده، اونی که خدا حلال قرار داده اون را حرام قرار بده. این فلیغیرن خلق الله است، دین خدا را تغییر دادن. شرک فعلی 4 عنوان نداشت؟ نذورات الله، نذورات غیر الله، تحریمات الله، تحریمات غیر الله. یعنی چیزی که خداوند حلال قرار داده اون را حرام بکن، چیزی که خدا حرام کرده او را حلال قرار بده. اینها را میگویند ما دستور، شیطان میگه من اینها را وادار میکنم این کار را بکنند. لذا راهای خرافات، بدعت همینه، در دین ایجاد کردن چیزی را که در دین نیست. یه چیزی در دین مشروع نیست، از خود بیار او را عبادتی قرار بده. یک چیزی که سنت هست، سنت را بیا قلقم بکنه. فلیغیرن خلق الله همین هست، بدعت هست، خرافات هست، انحراف هست. الله می فرماید اینها راهای شیطان هستند. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، نتیجه رفاقت شیطان. و من یتخذ الشیطان، هر کسی که شیطان را ولی بگیرد، دوست بگیرد بغیر از الله، فقد خسر خسرانا مبینا، این انسان زیانکار شد، زیان بسیار آشکاری. یعدهم و یمنیهم، الله می فرماید شیطان اونها را وعده میده، مژده میده. یعدهم در عقیده و یمنیهم در اعمال، یعنی اگر این اعتقاد و باور را داشته باشه مژده های خوب، و یمنیهم این اعمال را انجام بده، یک سری آرزوهای برایش ترسیم میکنند. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، رب العالمین می فرماید وعده نمیدهد شیطان مگر وعده فریب میدهد. اولئک مأواهم جهنم، این بیان خسران است، خسران مبینا. خساره که الله می فرماید اینه که انسان برای همیشه در جهنم میفته با انتخاب راه شیطان و راه شرک. اولئک مأواهم جهنم، اینها جایگاهشان جهنم هست. ولا یجدون عنها محیصا، و نمیابند از آن جهنم محیصا، جای خلاص، جای فرار. خلاصی و جای فراری برایشان نیست. خب
بعد از اینکه تخویف بیان شد برای کسانی که از شیطان تبعیت میکنن، اکنون مؤمنین کسانی که دشمن شیطانند و از شیطان تبعیت ندارن، این بشارت است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارند یعنی قوه اعتقاد خوب و باور خوب دارند، و عملوا الصالحات و عمل خوب دارند، سندخلهم جنات تجری، نتیجه و ثمره، حتما ما داخل میکنیم. سین را دو معنا کردیم، یکی تقریب یکی تأکید، اینجا به معنی تأکیده. الله می فرماید حتما ما آنها را داخل میکنیم جنات تجری، در باغاتی که جاری است از زیر اشجار جنات و از زیر کاخهای اون جنات، نهرها خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنات ماندگار هستند. وعد الله حقا، این وعده الهی است. وعد الله وعدا، وعده فرموده الله، وعده حق. و من اصدق من الله قیلا، ببینید در مقابل یعدهم و یمنیهم وعد الله هست. برای خرافاتی ها، برای اهل شرک امنیه شیطانی، آرزوهای شیطانی، و برای اهل ایمان وعد الله حق. کدوم وعده درست تر است؟ و من اصدق من الله قیلا. الله می فرماید چه کسی از خداوند صادق تر است از نظر قیل، از نظر سخن، از نظر گفتگو. لذا سخن الله صادق تر است. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب. ببینید هر گروهی میگه من علی الحق هستم، من بر حق هستم. اهل کتاب میگفتن ما، مسلمانان میگفتن ما، مسیحیان میگفتن ما، امیهای مکه و مشرکین مکه میگفتن ما بر حقیم. الله تعالی میفرماید بر اساس امانی و آرزوها و خیالات فاسده شما نیست، آرزوهای دور دراز شما نیست. اساس چیه؟ اساس ضابطه‌ای هست که خدا گذاشته. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، زجر هست، یعنی دار و مدار نجات نیست بر اساس آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب. آرزوهایتون را مدار قرار ندهید، اینجا این جمله را بنویسید، آرزوهایتون را مدار قرار ندهید، بلکه اعمال صالح را مدار قرار بدید، ایمان و اعمال صالح. قبلا هم خواندیم در سوره بقره ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، همه گروه ها، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم اجرهم عند ربهم. ملاک موفقیت، مدار پیروزی و نجات چیه؟ من آمن بالله والیوم الاخر. اینجا هم الله تعالی می فرماید مدار آرزو و خیالات فاسده نیست، تمناهایی که انسان داره، کسی میگه من چنین بشم چنون بشم نیست، بلکه مدار چیه؟ اینه من یعمل سوءا یجز به، هر کسی که عمل بکند، عمل بدی انجام بدهد. شرک از ابن عباس سوء را شرک تفسیر کرده، هر کسی که عمل بدی شرک انجام بده، یجز به، پاداش داده میشه، جزای اون شرک را میبیند. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، نفی شفاعت قهریه، نمیابد برای خودش بغیر از الله هیچ کارسازی، ولی یعنی چی؟ حامی، کارسازی نمیابد، ولا نصیرا، و نه مددگاری میابد، یاوری میابد. اما این مدار، عرض کنم که مدار عذاب بود، مدار نجات اینه. و من یعمل سوءا بنویسیم مدار عذاب، و من یعمل من الصالحات بنویسیم مدار نجات. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، هر کسی از اعمال صالح انجام بده، من ذکر او انثى، چه مرد باشه چه زن، مساوات در قانون، فرقی نمی کنن، مرد باشد یا زن، عمل از هر که باشد. و هو مؤمن، بنویسی شرط قبولیت. و هو مؤمن چیه؟ شرط قبولیت. اگر کافر عمل صالحی انجام بده قبول نمیشه.
اگر یهودی انجام بده قبول نمیشه تا زمانی که ایمان نباشه. فاولئک یدخلون الجنه، این دسته این افراد وارد بهشت میشوند. ولا یظلمون نقیرا، ضایع نمیشه اعمالشون. ولا یظلمون یعنی بر اونها ظلم نمیشه به اندازه نقیر. نقیر دیروز هم خواندیم چی بود؟ سوراخی که پشت خسته خرما هست، به اون اندازه هم بر اینها ظلم نمیشه، لذا به ناحق اعمالشان ضایع نمیشه. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، الله می فرماید چه کسی دینش بهتر است از نظر ادعا، چون که یهودی برای خود ادعا دارد، مسیحی برای خود، مشرک برای خود، اما الله می فرماید چه کسی زیباتر است از نظر دین. ممن اسلم وجهه لله، از آن انسانی که تابع کرد و منقاد کرد ذاتش را برای الله، خودش را تابع الله قرار داد. و هو محسن، او محسن باشد. محسن چند جا خواندیم، یعنی چه؟ مخلص باشد، منافق نباشد. احسان اخلاص. و هو محسن، در حالی که مخلص باشد، هم مخلص باشد. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیروی بکند از ملت ابراهیم، از دین ابراهیم، همان دینی که یک سو هست، دینی که یک سو هست از همه ادیان، شرک در اون دین نیست. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، چرا این ابراهیم اسوه قرار داده شد، الگو قرار داده شد؟ الله می فرماید خداوند ابراهیم را خلیل خودش قرار داده. خله چی را میگویند؟ دوستی خاص که از بقیه کلن قطع رابطه بشه. ابراهیم خلیل الله است، هیچ کسی را برای خودش بغیر از الله نگذاشت، فقط الله را دوست خود قرار داد. پدر هم از دست رفت، قوم هم از دست رفت. قبلا خواندیم که چرا ابراهیم خلیل شد. جعل ماله للضیفان و نفسه للنیران، و دیگه چی بود؟ و ولده للقربان، لذا شد خودش خلیل الله. فرزند را قربان میکنه، مال را به مهمانان میده، خودش را به آتش میسپارد. خب این خلیل الله است، این الگوی شماست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است. دلیل توحید. و همچنین احاطه قدرت، الله در اختیار الله است، آنچه که در آسمان ها و زمین هست. و کان الله بكل شیء محیطا، الله تعالی به هر چیز احاطه کننده هست، هر چیز را احاطه کرده. بنویسی به اعتبار علم، احاطه علمی، همه چیز در احاطه علمی الله است، هیچ چیزی از علم الله تعالی خارج نیست. خب تا اینجا بخش اول سوره تمام شد که در بخش اول سوره دو نوع احکام بودن: امور انتظامیه متعلق به رعیت، رعایا، و متعلق به حاکم و سلطان. و یستفتونک فی النساء، از اینجا بخش دوم شروع میشه، بخش دوم سوره. و در این بخش دوم یک سری تنویرهایی هست. اصطلاح تنویر را شما قبلا خواندید، اینه که خداوند یک حکمی بیان میکند بالاجمال، بعدا همون حکم با یک توضیح بیشتری و شفافیت بیشتری بیان میشه. این را میگن تنویر. الان احکام سلطانیه یا احکام رعیه که قبلا شما خواندید 15 تا، چند تا بودن احکام رعیه؟ 12 تا. 12 تا از احکام رعیه خواندید، 9 تا از احکام سلطانیه خواندید. بر بعضی از اونها که نیاز به توضیح بیشتری دارن در بخش دوم سوره تنویر میشه، توضیح بیشتر داده میشه. و یستفتونک فی النساء. خب این آیه تنویری هست بر حکم دوم از احکام رعیت. حکم دوم از احکام رعیت چی بود؟ و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، درباره یتیم ها اگر شما احساس کردید که نمیتوانید عدالت بکنید در صورتی که ازدواجشون بکنید
و مالشون هم محفوظ بشه، خواندیم که پس اون یتیم را شما عقد نکنید. شما از بقیه زنها که علاقه دارید 2 تا 3 تا 4 تا عقد کنید، ولی یتیم را که علاقه ندارید به خاطر مالش ازدواجش نکنید. اینجا الله تعالی این مسئله را شفافتر می فرماید. الله می فرماید و یستفتونک فی النساء. خب از اون حکم همین مستفاد شد یا بعضی اینجور احساس کردند که پس نکاح یتیمه درست نیست، جایز نیست، انسان بره زنهای دیگری را عقد بکند. الله می فرماید که اینجا اون اشکال را جواب میده. الله می فرماید و یستفتونک فی النساء، از شما استفتا میکنن، سوال میکنن درباره زنها، یعنی نکاح زنها. قل الله یفتیکم فیهن، بگو الله شما را فتوا میدهد در آن. و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن. همچنین خداوند آنچه که بر شما تلاوت میشه، خداوند به شما فتوا میده، یعنی جواب میده در رابطه با آنچه که و ما یتلا علیکم عطف بر لفظ الله. قل الله یفتیکم، بگو هم الله تعالی به شما جواب میده و هم بگو که ما یتلا علیکم، آن زنانی که آنچه که تلاوت میشه در کتاب فی یتام النساء، درباره زنهای یتیمه، التي لا تؤتونهن، اون زنهای یتیمه‌ای که شما به آنها نمیدهید ما کتب لهن، آنچه که برایشان نوشته شده، بنویسید یعنی مهر. آن زنهای یتیمه‌ای که شما مهرشون را نمیدهید. و ترغبون ان تنکحوهن، و رغبت دارید، علاقه دارید که آنها را چی بکنید؟ نکاح بکنید. به دلیل بنویسید مال و جمال. به دلیل چی؟ بله. و ترغبون اینجا فی مقدر است. و ترغبون فی ان تنکحوهن، شما رغبت دارید، تمایل دارید که این یتیمه ها را ازدواج بکنید. و همچنین خداوند در رابطه با چی به شما میگه؟ یفتیکم فیهن والمستضعفین. این عطف است بر فیهن. خداوند به شما جواب میده در رابطه با مستضعفین از اولاد، از فرزندان، اونایی که ضعیف هستند. خدا در رابطه با همه اینها به شما جواب میده. چه جوابی میده؟ و ان تقوموا للیتاما بالقسط. این نیست که نکاح یتیم حرام است، نه، نکاحش جایزه، اما فتوا میده که ان تقوموا للیتاما بالقسط، شما برای یتاما، در حق یتاما عدالت را، انصاف را برگزار بکنید، قائم بکنید، ظلم نکنید. فقط اینه ظلم. ببینید چی میشه؟ کسی زنی دارد، همسری دارد، دختر عموی یتیمی دارد که سرپرستش همین پسر عمو است، کسی دیگه نیست. از نظر طبعی تمایلی به اون دختر عمویش ندارد، یتیمه، باید به عقد کسی در بیارد. الان این پسر عمو میگه اگه به عقد کسی در بیارم، هر چی که سرمایه از پدرش مونده اون وقت میبره خانه شوهر جدید. لذا چکار میکنه؟ میگه که من عقدش بکنم تا همین مال حداقل برای من بمونه. خب به خودش علاقه ای نداره، این ظلم هست. اینجا الله میفرماید که آنچه که مهم است ان تقوموا للیتاما بالقسط، عدالت را در حق اونها اجرا کنید، نه چیزی دیگر. و ما تفعلوا من خیر، این ترغیب تعمیل است، یعنی آنچه که خداوند میفرماید به اون عمل کن. الله میفرماید و ما تفعلوا من خیر فإن الله كان به علیما. آنچه که شما از خیر انجام بدهید، کار نیک انجام بدهید، فإن الله كان به علیما، خداوند به اون چی هست؟ علیم هست، دانا هست، خدا میداند. ترغیب میده که کار را به خاطر خدا انجام بده، چون خدا میداند. خب این در رابطه توضیحی بود بر حکم یتیمه که شما قبلا خواندید. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا،
این تنویری هست بر حکم 14م. 15 تا حکم رعیت بودن، این بر حکم 14م از احکام رعیت بود. حکم 14م چی بود؟ و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر شما احساس کردی که زن و شوهر، اونجا در رابطه با زن و شوهر بود که اختلاف داشتند، دستور 14م این بود که یک داوری از طرف زن و یک داوری از طرف مرد تعیین بشن، اینها بشینن با هم مذاکره بکنن، مسئله شون را حل بکنند. اما اگر اینجا الان تنویر و توضیح چیه؟ اگر نماینده و وکیل زن بگه که باید یک ذره من از حق زن که من وکیلش هستم عقب نشینی نمی کنم، کاملا حقوقش باید پرداخت بشه. نماینده شوهر هم بگه که من یک ذره عقب نشینی نمی کنم، هر کسی که با چنان دیدگاهی بیاید به مجلس مذاکره، این مذاکره شکست میخورد. الله تعالی اینجا توضیح بیشتری میده که وقتی که شما به عنوان داور هستید، معنیش اینه که شما برای همدیگر گذشت بکنید، احسان را در نظر بگیرید، تقوا و خدا ترسی را پیشه بگیرید، اون وقت شما موفق میشید. یکی از دلایلی که خیلی از مخاصمات حل نمیشوند، چون که طرف حقی که برای خودش قائل هست یک ذره از اون حق پایین نمیاد. در صورت مجلس تبدیل به صلح و به دوستی میشه که هر یکی در وجود خودش آمادگی پیدا بکند که اون چه که حق من هست اگر نیاز باشد از حق خودم فروگذار میکنم، مسامحه میکنم، گذشت میکنم، اون وقت موفقیت حاصل میشه. پس در این تنویر و در این توضیح الله تعالی همین نکته را بیان میفرماید. الله میفرماید و این امرأة خافت من بعلها نشوزا، اگر زنی ترسید از شوهرش نشوز را، نافرمانی را، تمرد را، او اعراضا یا اعراض روی گردانی را، فلا جناح علیهما، بر آن دو یعنی بر زن و شوهر نیست گناهی ان یصلح بینهما صلحا، بین خودشان صلح ایجاد بکنند. و الصلح خیر، این الف لام عهدی هست. الله می فرماید این نوع صلح بهتر هست. کدوم نوع صلح؟ صلحی که بر اساس گذشت باشد. و احضرت الانفس الشح، الله تعالی مریضی هر انسانی را بیان می فرماید که در همه انفس و در همه نفس ها چی آماده شده، چی حاضر شده؟ شح بخل را هم میگند، حرص را هم میگند، هر دو معنی هست. یعنی وقتی که حریص باشد که یک ریال از حقم عقب نشینی نمی کنم، تا قران آخر و ریان آخر را من میگیرم، دریافت میکنم، خب مسئله به بنبست میرسه. لذا الله میفرماید بدانید که نفسهای شما و وجود شما مملو از بخل و حرص هستند، این مریضی ها را بذارید کنار. چیکار کنید؟ و ان تحسنوا و تتقوا، اگر احسان کنید بر یک دیگر منت بگذارید، و تتقوا الله، از الله بترسید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، بدرستی که الله به آنچه که شما عمل میکنید خبیر هست، یعنی خدا شما را پاداش میده. اون چه که برای خدا شما گذشت بکنید به خاطر الله و رضای الله، شما نزاع را به پایان برسانید. همیشه دیروز در رابطه با اینکه بعضی از تجربیات زندگی زن و شوهر این است که ابتداءً با هم اختلاف دارند و باید هم دیگر را درک کنند، عرض کردم که بعضی کتاب ها نوشته حداقل تا 7 سال 10 سال طول میکشه که اینها هم دیگر را درک کنند، با ویژگی ها و روحیات هم دیگر آشنا بشن. یک چیزی دیگه که از این اشاره قرآن معلوم میشه اینه که تا زمانی که هر کسی روی حرف خودش بایستد، لج کند، هم مسئله حل نمیشه. باید گذشت، باید احسان، و هر کسی که گذشت بکند و اونجا کوتاه بیاید، مرد یک وقتی فکر نکند که من مردم، من نباید کوتاه بیام، که الحمدلله امروز اکثرا مردها کوتاه میاند، ولی خب مرد یک وقتی فکر نکند که من اگر کوتاه بیام کسر شأن، نه،
اینجا الله تشویق کرده هر که کوتاه بیاید فإن الله کان بما تعملون خبیرا. اگر کسی دیگه خبر داشته نباشد خدا که خبر دارد. فإن الله کان بما تعملون خبیرا. این یکی از راههای دیگری که زندگی مسالمت آمیزی باشد، زندگی راحتی باشد، زندگی آرامی باشد. هیچ یک از زن و شوهر بر دیدگاه های خودش، بر نظریات خودش در رابطه با زندگی اصرار داشته نباشد. کوتاه بیاد. کوتاه آمدن را الله تعالی دوست دارد، چون کوتاه آمدن منجر به قطع نظامی شه. نزاع که تمام بشه شیطان ناامید میشه، شیطان که ناامید بشه رحمان راضی میشه. لذا الله میفرماید این کوتاه آمدن اجر دارد، بدون اجر نیست. و ان تحسنوا و تتقوا، اگر شما بر هم دیگر احسان بکنید و تتقوا از الله بترسید فإن الله کان بما تعملون خبیرا. الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید خبیر هست. اما ببینید بیشتر این اتفاقات میفته در جایی که زوجات متعدد باشند، همسران از یکی بیشتر باشند. کسی 2 همسر داشته باشه، 3 همسر داشته باشه، بیشتر مشکلات در چنین جاهایی هستند. اونجا الله عزوجل هم انسانها را، بندگان خودش را، مؤمنین را ترغیب میده به گذشت و صلح و تقوا. اما بعضی مسائل که غیر اختیاری هستند مثل تمایلات قلبی و طبعی، الله خودش بیان فرموده که شما نمیتوانید اون تمایلات طبعی خودتون را جلوگیری بکنید. یعنی اون محبتی که در دل هست نسبت به هر 2 همسر اون را چی بکنید؟ کنترل بکنید. نه، این در اختیار شما نیست. اما آنچه که در اختیار شما هست بر اون شما موظف هستید، بر اون شما وظیفه دارید که چیکار بکنید؟ رعایت بکنید. اون اینه که شما در حقوقی که در اختیار شما هست، شما عدالت را، اون حقوقی که در اختیار انسان هست معظمش 2 چیز هست. یکی نفقه هست، مخارج زندگی، و یکی بیتوته هست، شب گذراندن و شب سپری کردن هست. الله می فرماید ولن تستطيعوا، هرگز شما نمی توانید ان تعدلوا بین النساء، در امور غیر اختیاری بنویسید، چون در امور اختیاری مؤمن عدالت میکنه. شما نمی توانید عدالت کنید بین زنها ولو حرستم، گرچه حریص باشید، گرچه دلتون بخواهد، باز هم دل به اختیار شما نیست. پس آنچه که در اختیار شماست الله میفرماید اون را رعایت کن. اون چیه؟ فلا تمیلوا کل المیل، شما متمایل نباشید، شما رجحان داشته نباشید. کل المیل، همه تمایلتون را به یک سمت، به یک همسر، که فتذروها کالمعلقه، بگذارید آن دومی را مثل چی؟ معلقه، کسی که آویزان است، نه مطلقه هست نه شوهر دارد و نه شوهر کاملا بر او اشراف و سرپرستی دارد. چنان نکنید. به هر یک باید شما اون چه که در اختیار شما هست، همین که عرض کردم، رسیدگی بکنید. حتی بعضی از بزرگان ما در مسائلی که بر اونها لازم نبود هم رعایت میکردند، غیر اختیاریه را یا اینکه غیر شرعیه را که شریعت الزام نکرده. به عنوان مثال خود رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان بزرگترین الگو هست. ما در سوره احزاب خواهیم خواند انشاءالله که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موظف به انجام نوبت نبود. رسول الله را الله اختیار داد، ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از این اختیار استفاده نکرد. فقط خانه ام المؤمنین عایشه ننشست، همه خانه ها میرفت، نوبت را رعایت میکرد. دیگه یک مرد
میخواد برای مسافرت بره، این مرد موظف نیست که حتما در سفر هم به صورت نوبت زنها را همراه ببرد، یک بار زن اول را ببرد یک بار زن دوم را ببرد، نخیر. شرایط سفر را شرایط نگاه بکن. شاید زن اول 5-6 تا فرزند داشته باشد، زن دوم 1 فرزند داشته باشد، همراه برداشتن این آسانتر و راحت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مورد هم قرعه کشی میکرد بین زنها، در حالی که لازم نبود، به خاطر تطیب قلوب اونها، که اونها یک وقتی بر دلشون ناگوار نباشد. در رابطه با مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله داریم که ایشون 2 تا همسر داشت. روزی کسی 2 تا هندوانه آورد، خبر داشت که مولانا 2 تا همسر دارد، هدیه آورد 2 تا هندوانه که یکی را به این خونه بفرسته یکی را به اون خونه. مولانا رحمه الله دستور داد که هر 2 هندوانه را نصف بکنند، 1 نصف از این هندوانه 1 نصف از این هندوانه به یک خانه فرستاد و از هر هندوانه 1 نصف به دیگه خانه دیگه. و دلیلش را گفت شاید یکی شیرین تر باشد یکی نباشد، اون وقت در حق اونی که هندوانه شیرینی نداره ظلم شده، لذا از هر 2 نصف برد. اینا که لازم نیستند، رعایت تا این حد لازم نیست، ولی اینها را انسان اگر انجام بده الله راضی تر میشه. لذا الله میفرماید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، شما کل المیل نکنید، تمام تمایل به یک سمت و سو، که یکی را بگذاری مثل معلقه و آویزان. و ان تصلحوا و تتقوا، اگر شما صلح بکنید گذشت بکنید، و تتقوا، اینجا هم تقوا. ببینید در هر مسئله، بالخصوص در مسائل خانوادگی، اگر تقوا و خدا ترسی باشد ظلم انجام نمیگیرد. بیشتر ظلم در جاهای انجام میگیرد که ترس خدا و خوف خدا نیست. زن مسکینه حامی ندارد، پشتیبانی ندارد، وقتی که مرد احساس کند که خدا پشتیبان مظلوم هست از خدا میترسد. و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما، خداوند هم برای شما اون وقت هم بخشاینده خواهد بود و هم مهربان به شما، چنان الطافی میکند، چنان احسانی میکند که شما تصورش را داشته نباشید. اما اگر زن و شوهر به نتیجه نرسیدند، به بنبست رسیدند، اون وقت هم لازم نیست که حتما با اکراه شده، با اجبار شده زندگی که پر از اختلاف و پر از تشنج هست ادامه بده. نه، الله می فرماید اگر به بنبست رسیدند طلاق برای چنین مواقع مشروع شده. اون وقت زن اگر از این شوهر جدا بشه هم از بین نمیره، هلاک نمیشه، و اگر شوهر از این زن جدا بشه هم برایش دیگه زن قحط نیست. هر دو را الله تعالی مستغنی می سازد. الله می فرماید و این یتفرقا، اگر از هم دیگر جدا بشن، یغنی الله کلا من سعته، الله عزوجل هر یکی را از خزانه غیبش، از وسعتش، از آن خزانه که فراخ دارد، الله هر یکی را مستغنی می سازد. و کان الله واسعا حکیما، الله واسع هست، یعنی خزانهش بسیار وسیع است. برای مرد زنان زیادی هم هست، برای زن شوهران زیادی هم هست، حکیما با حکمت است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين،
بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.